در میان مشکلات اکولوژی یکی از مسائل مؤثر آبشوی پیریخ‌ها همچون منبع اساسی آب تازه آشامیدنی محسوب یافته، جمهوری تاجیکستان همچون عضو اسوسیاسیون بین المللی مملکت‌هایی که با مشکلات موجوده اکولوژی بی‌تفاوت نیستند در داخل و خارج کشور تدبیرهای گوناگون اکولوژی را با تاثیر انسان و طبیعت مقرر و عملی می‌سازد. آب این اساس زندگی است، یعنی اساس سرچشمه انسانیت از آب شروع می‌گیرد. و ما نظم می‌دانیم که سرچشمه اساسی آب آشامیدنی اینها پیریخ‌ها به حساب می‌روند. گرچند که جمهوری تاجیکستان از لحاظ پیریخ‌ها و آب‌ها موقع خاصه دارد، ولی تشبس‌های انسان دوستانه پیشوای معظم ملت و پنجمین تشبس پیشوای معظم ملت آید به حفظ و حمایت پیریخ‌ها از جانب سازمان ملل متحد یک دلانه دستگیری یافتند. مقصد اساسی پیشوای معظم ملت این هم باشد پیشگیری نمودن از این پیامدهایی که به انسانیت و جان انسانیت خطر دارد، پیشگیری اینها میباشد. اگر تحلیل کرده بینیم ما خیلی از روی پیشگویی‌های سنجشی ما میدونیم که تا سال 2003 25% اهالی کره زمین با مشکلی آب آشامیدنی روبرو میگردد که این بسیار برای زندگی انسانیت در سیاره زمین یک خطر کلان دارد. وابسته به این پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالی رحمان پیوسته تاکید می‌نماید که از روی نشانده‌های علمی پیشگیری نمودن پیریخ‌ها دیدید که در جمهوری تاجیکستان از 15000 پیریخ که در جمهوری تاجیکستان موجود است، البته امروز 13000 2000 پیریخ‌های جمهوری تاجیکستان رو به آبشوی اند. این البته معنی آن را دارد که روز به روز ما همون ذخیره آبی ما کم گردیده ایستاده است و اگر ما به آینده بنگریم ما می‌بینیم که شاید که مردم سیاره با مشکلی آب روبرو شوند. پیریخ‌ها در تشکل اقلیم سیاره و با آب تازه تامین نمودن میلیاردها آدمان نقش کلیدی دارند، ولی بنابر گرمشوی گلوبالی در حالت آبشوی قرار دارند. در جهان زیاده از 275,000 پیریخ موجود بوده میدان تقریبا 700,000 کیلومتر مربع را اشغال می کنند. پیریخ‌ها تقریبا 70% آب تازه جهان را در خود محفوظ نگه می دارند. حیات زیاده از 2 میلیارد آدمان از جمله مردم بومی از آبشوی یخ و برف وابستگی دارد. این روند آنها را با آب نوشاکی و آب برای استفاده در ساحه کشاورزی تأمین می کند. حفظ پیریخ‌ها برای ثبات اکولوژی و اقتصادی مهم ارزیابی می گردد. پیریخ‌ها نشان دهنده های حساس تغییریابی اقلیم بوده بنابر بالا رفتن حرارت در سراسر جهان آب می شوند. پیش از همه برای حفظ و حمایت پیریخ‌ها باید که همین درخت و بوته‌ها رو زیاد نماییم و هدف پیشوای معظم ملت هم همین بود که در این سال در پیامشون قید کردن که باید من همین اقتصاد سبز رشد بیاورد، انکشاف بیاورد و وابسته به این امروز در جمهوری تاجیکستان یک قطار کارها نیز به اتمام رسانیده ایستاده است با مقصد من همین پس نمودن شدت گازهای گلخانگی که اینها میتونه یک عامل زیاد برای با سرعت آب شدن انواع پیریخ‌ها گردد. امروز به سیاره جهان بینی علاقه زیادی دولت‌های هستند که در پرابلم آب آشامیدنی روبرو گردیده ایستاده‌اند و البته پیشوای معظم ملت همین فکری هستی سیاره رو کرده، همین تشبس‌ها رو پیگیری کردن که از جانب همین بشریت یک دلانه قبول گردید. جریان با صورت آبشوی پیریخ‌ها در نتیجه بلند شدن حرارت هوا باعث افزایش بی‌سابقه آفت‌های طبیعی و تنزل اکوسیستم آبی گردیده است. این حالت هر سال سببگار خراب گشتن انشاءات زیاد اقتصاد ملی و وارد شدن خسارات بزرگ مادی به اهالی می گردد. در این سمت در کشور ما با اقدام رهبریت حکومت کشور به خصوص پیشوای معظم ملت تدبیرهای اکولوژی اندیشیده می شود. لازم به ذکر است که کشور ما طی زیاده از 12 ساله مسئله های مربوط به آب را در روزنامه جهانی رشد پیش میبرد. با ابتکار جانب تاجیکستان مجمع عمومی سازمان ملل متحد عاید به مسئله های آب قطعنامه قبول نمود. ابتکار مذکور باعث گردید که کشورهای از لحاظ جغرافی، رشد اقتصادی و فرهنگ و زبان گوناگون جهت تطبیق هدفهای مربوط به آب کوشش‌های مشترک به خرج دهند. محض با شرافت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالی رحمان موضوع آب به روزنامه بین المللی مسئله های حل طلب
داخل کرده شد. تشبوس دیگری که در این سمت عملی گشت اعلان نمودن سالهای 2018-2028 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار می باشد. با نظر داشتی ماهیت این تشبوس نیز با اتفاق آرا دستگیری یافته 21 دکبر سال 2016 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این بابت قطعنامه قبول کرده است. هدف پنجم پیشروی معظم ملت اعلان نمودن سال 2025 همچون سال حفظ پریخو، این البته یک هدف دقیق و کلیدی و سری وقتی بود، چون که امروز وقت آن رسیده است که ما باید یک قطار چورابینی ها رو به خاطر حفظ و حمایت نمودن پریخو راه اندازی نماییم. همین هم بود که پیشروی معظم ملت در سازمان بین المللی این تشبوس رو پیشنهاد نمود و یک دلانه جانبداری کردند. برای آن جانبداری کردن که در این سیاست در مد اول انسانیت موقع خاصه میگرفت، چون که ما و پیشروی معظم ملت با این تشبوس و جان انسانیت غمخواری داشت و آینده ملت و دولت و عموما کره سیاره زمین یک غمخوری عمیق داشتند. مقصدشان و تشبوس این بود که ما باید زینه به زینه یک قطار کارهای از لحاظ علمی اساس شده را به اجرا رسانیم تا اینکه توانیم که همون سرعت بسیار با شدت آبشوی پریخو رو پیشگیری نمونیم. برای کل مردم شریف تاجیکستان باعث افتخار و سرفرازی است که تاجیکستان همچون دولتی تشبوسکار و تشبوس‌های بی‌نظیری که از جانب سازمان بانفوذ سازمان بین‌المللی اعتراف می‌گردند. البته من فکر می‌کنم که هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان از این افتخار دارد. آن دستور و سفارش‌هایی که پیشروی معظم ملت بعد قبول این هدف‌ها ایرا گردیدن سرمشق کار خود می‌کند و امروز وابسته به همین تشبوس‌های پیشروی معظم ملت بشریت و دنیا ما را می‌شناسد که همین گونه یک دولت تشبوسکار هست. ببینید که چقدر دولت‌های از لحاظ اقتصادی پرقوت و ترقی کرده هستند، ولیکن تشبوس‌هایی که به انسان به هستی بشریت سر و کار دارد این تشبوس‌های حکومت جمهوری تاجیکستان با ابتکار پیشروی معظم ملت است که این افتخار کل مردم شریف تاجیکستان میباشد. تشبوسکاری پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان در این سمت باعث گردید که شهر دوشنبه مرکز برگزاری همایش‌های با شکوه بین المللی گردیده کشور عزیز ما در سرخط رسانه‌های با نفوذ جهان قرار گیرد. امروز جامعه جهانی به تشبوس‌های جمهوری تاجیکستان و سهم آن برای حل و فصل مسئله‌های جهانی اعتماد دارد. سرور دولت پیشروی معظم ملت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که این مسئله مهم روزمره باید در مرکز توجه جامعه جهانی به خصوص رهبران سیاسی باشد، زیرا پریخ‌ها در برابر آب تامین کنی دریاها اینچنین در تنظیم جریان طبیعی دریاها نقشی مهم می‌بازند. به طور عموم میتوان پریخ‌ها را تنظیم کننده تغییریابی اقلیم بها داده در حل مسائل مربوط آن چاره‌های ضروری اندیشند. لازم به ذکر است که جمهوری تاجیکستان برای دسترسی به هدف‌های هماهنگ شده جامعه بین المللی آید به تغییریابی اقلیم و حفظ پریخ‌ها با در نظر داشت امکانیت‌های مالیوی و اقتصادی خود و دستگیری جامعه جهانی نیمبد نیز سهم خود را در سمت کم کردن عاقبت‌های منفی تغییریابی اقلیم خواهد گذاشت. حسن‌زاده اویما، فیروز خورشید، نموزلی ارگش برای برنامه تحلیلی اطلاعاتی جنبستی هفروزی ختلان.